بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. خیلی از این که می‌بینم که ما را و همکارانمون رو در هواپیمای قشم یاری کردید، نهایت تشکر رو دارم. من خیلی زیاد سخنرانی نکردم. در مورد هواپیمای طراز قشم، ما سال 88 این هواپیمایی رو از زیر مجموعه‌های سپاه پاسداران خریداری کردیم با 5 میلیارد یا 4 میلیارد تومان بدهی که بدهی به مالیات و تامین اجتماعی و جاهای متفرقه بود و یک برگه کاغذ ثبتی بود، یعنی چیز دیگه جز این نداشتش. سال 88 آقای طاهریان کمک کردن، این مجموعه خریداری شد، بدهی‌های مربوط به هواپیمای قشم پرداخت شد. مکانی رو برای ایجاد این هواپیمایی ایجاد کردیم. خب من توی صنعت تخصصی نداشتم، بلد نبودم، بیشتر کار من مالی و کارهای بین‌المللی و بیرونی بودش. برای ایجاد این هواپیما، ایجاد این شرکت رو به این نیت ایجاد کردیم که یک هواپیمای بیزینس ایرلاین رو اندازی بکنیم. کلیه هواپیماهایی که میاریم هواپیماهای بیزینس باشه، کسایی که میتونن از هواپیماهای اکونومی استفاده کنن از شرکت‌های دیگه. ما توی اینجا بتونیم یک خدمات ویژه‌ای رو برای کشور و ایرانی‌ها بدیم. خب متاسفانه این تحریم‌ها روز به روز بیشتر میشد. یعنی من یادمه که از سال 88 تا الان شاید 3 بار هواپیما خریدم و این 3 بارش رو پولمون رو خوردن و به هوایی که ایرانی هستیم، به هوایی که برای کشور داریم کار میکنیم، منابعمون از بین بردن. خب شرکت سورینت دنبال همچین دردسرایی هم کم و بیش میگرده، تا اینکه میبینیم فشار میذارن و میگن نباید این کار بشه. تمام عزممون رو جذب کردیم که این کار شکل بگیره. همه میومدن ایران که از اینجا برن برای لس آنجلس و آمریکا و هر جای دیگه که میخواستن برن. ایران داشت. حالا یه سری دشمن پیدا کرده نمیخوان بذارن که این اتفاق بیفته، ما هم جلوش وای میسیم. اون زمان شماها وایسادین، حالا امروز من، امثال من، همکاران من وای میستم، با تمام قدرتم میبریمش شدی که 17 تا هواپیماست. 30 تایی دیگه هم بیارم میاد. توی اتحادیه اروپا تحریم شده، اتحادیه آمریکا تحریم شده، فقط یه خود به شمال جنوب مونده که اونم انشالله بکنن. بازم بچه‌های ما شخصمونه که هر چقدر دلشون میخواد تحریم کنن، مغزمونه که نمیتونن، ایرانی رو نمیتونن جلوشو بگیرن. ما انشالله و اما خدماتی که در خصوص هواپیمای قشم خواهیم داد. خب ما میتونستیم این ایلاین رو بیان با چارترها قرارداد بکنیم، بیان بلیط ما رو بگیرن بفروشن، مردم بیان تو فرودگاه‌ها، تو آژانس‌های مختلف. این کارم انجام ندادیم. از مجموعه‌های بیرونیمون خدمات 100% الکترونیک هواپیمای قشم رو ایجاد کردیم، سروراش نصب شده. انشالله از روز سه‌شنبه ما این هواپیمایی رو استارت خواهیم زد. هر کسی که میخواد بلیط تهیه بکنه از طریق سامانه‌های ما وارد خرید بلیط میشه. هیچ دلالی در خصوص هواپیمای قشم با مجموعه ما ارتباط نخواهد گرفت، از تولید به مصرف. و کسانی که از سامانه هواپیمای قشم بلیط خریداری میکنن به محض خرید بلیط 10% همون لحظه به حسابهای شفافش ما واریز میکنیم، کارمزد. هر کسی که برای کسای دیگه هم بلیط تهیه میکنه پول 10% کارمزدهای اونها رو به حساب اون شخص وارد میکنه. یعنی میخوایم کاری بکنیم که همه همکار ما بشن تو هواپیمای قشم. هواپیمای قشم از روز شنبه یا یک شنبه مدت 1 سال قرارداد بسته با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تفاهم کرده، هنوز قرارداد قطعی نشده. روزانه 5 نوبت خبررسانی خواهیم کرد. تو این خبررسانی از پروازهای فردامون خواهیم گفت
که ما فردا به کدوم شهر به کدوم کشور خواهیم رفت، مسافتمون چی هست، پروازمون چی هست، هوا چه وضعیتی داره. کسی که میخواد بره بدونه که هوا ابریه، ممکنه تکون داشته باشه، ممکنه مسائل خودش داشته باشه. و خبرهای دیروز رو خواهد اعلام کرد که دیروز ما تأخیر داشتیم نداشتیم، چه وضعیتی خواهد داشت. خیلی راحت آدم پولش رو بیاد ببره تو حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کنه، ببره تو بانک سرمایه گذاری کنه، ببره تو ارز سرمایه گذاری کنه، ببره تو نفت سرمایه گذاری کنه. هم بازدهش بیشتره، هم هیچ استرسی نداری شما، ولی اومدی تو این صنعتی که هر روزش هر ثانیه‌اش یه استرس داره. من خودم تخصص تو این حوزه نداشتم، ولی از موقعی که سازمان منطقه آزاد رو تحویل گرفتم کار خودم رو شروع کردم، واقعا یه مصیبتیه. یه دونه هواپیما نمیدونم یه کوچکترین اروری میده، یه مجموعه تازه از تهران باید باشن بیاد مثلا توی نقطه‌ای از قشم نمیدونم کشور یه جای دنیا تازه اون رو تایید کنه که دوباره آقا مشکلش حل شده الان باید بپره. یعنی با یه همچین شرایطی کار کردن کار سختیه، دل شیر میخواد به نظر من. و من تشکر میکنم از تمام عزیزان، آقای زنجانی رو سپاسگزاری میکنم. بازخواهی میکنم، من یادم رفت تشکر کنم. اولا که از بچه‌های سپاه خیلی باید تشکر زیاد بکنم، چون که اگر همکاری نمی‌کردن اصلا این هواپیما الان اینجا نبود. از بیس تا اینجا رو نهایت لطف رو به ما داشتن. بچه‌های نیروی انتظامی باید تشکر کنم که واقعا همراهی کردن ما رو توی جاهای مختلف. و گمرک، واقعا گمرک هم اگر همکاری نمی‌کردش ما دردسرای زیادی داشتیم، چون این هواپیما این قطعاتی که ما آوردیم رو عرف خاص خودش ورود نکرد به کشور، جوری اومده که به سختی بوده، ولی اونها نهایت لطف رو به ما داشتن. و همکاران خوب قشمه‌رم، مخصوصا مهمانداران و خانوم، مهماندارای آقا، کاپیتان قهاری، آقای قدیمی و دوستانی که توی این مجموعه ما رو همراهی کردن و دوستان ورزشیمون که امروز هم تشریف آوردن، نهایت تشکر دارم. ببخشید.